دکتر لبای وضعیت همین خیل شد که توی امید جان باید تعجیلاً گذرانیم. برای همین آمدم که امید جان گرفته به خانه برم. نبیره خدا بیماری وزنین است. من راضی، لیکن طبابتش هنوز به آخر نرسیده است. طبابتش را بعد توی دوام میدیم. ها دادا، اینطور باشد گرفته برید. من حاضر میفرمایم لباسش را میارند. منیژه جان، من از اول مقابل بودم. من میدانستم که این توی عاقبتی خوب ندارد. از همان روزی که تو رو به همان امید فاتحه کردند شبها خوابم نمیبرد. درونم میسوزد. من دیده و دانسته تو رو به دوزخ طلا نمیدهم. پرویز به تو ارزنده است. بیرو دخترکم، بیرو همراهش، بدیه بیرو. میلش دخترم، فراموش نکن، مرا خواطر نکن. تیز زنگ زده است. میلش اوچه جون یک دو دید. خودت رو احتیاط کن بچیم. الهی آمین. الهی خوشبخت شوی. خدا نگهبانت. آمین. الله اکبر. اوچه جان، دختر جانم، این چه روزی سخت بود. منیژه جان، نوشین جان، خودت رو چه خیلی حس میکنی؟ کم در سرم در میکند. جانی من، حالا نغز میشه. به خونه که رفتیم با دوگانه هایت بازی میکنی. حالا همش نغز میشود. کای با خونه میرویم؟ همین که سیاحت شدی نوشین جان. کم تری دیگر طاقت کن دختر جان. میلش. السلام. انا اما جانتون. وای تو موی. اوی چه خیلی تو جانکی من. نغز. شما چه خیلی دیانگه؟ نغز هستید؟ احوالش بهتر شد. خیلی بهتر. جانی من. منیژه، او منیژه. ها چی گپ؟ تینجی بیدادیش؟ منیژه کنی؟ منیژه به بیمارخانه رفت. به نزد نوشین. چی بود؟ تو حال برنگشته است؟ نه، شاید حاضر برمیگردد. گوش کن، با من شهادتنامه‌اش لازم است. تیز یافته بیار. میلش. به فکرم شهادتنامه‌اش در دست خودش. ای دختری بیعقل. گوش کن، من حاضر به بیمارخانه رفته شهادتنامه‌شو میگیرم و به خانه عقد نکاح میروم. تو با مهمانها نغز نگاه کن. فهمیدی؟ فهمیدم. خب میلش. منیژه؟
پرویز چی شد؟ چی واقعه روی داد؟ هیچ گپ نه. آدمانی پدرت خواستن که ترسانند. اینجا بودنی مرا چه خیلی دانستی؟ هنگامی که تو رو به اینجا در آوردند من همراه پدر و مادرم در بیرون می ایستادم. از همین سبب نزدیک شدن نتوانستم. فکر کردم که به خانه می روم و از آنها پنهانی به نزد تو می آیم، لیکن قصد کردگی بر این پدرم به جای نرفتند. مرا ببخش پرویز. اینطور نگوی. من تو رو میفهمم. من هم در عذاب هستم، ولی نمیدونم چی کار کنم. من نمیدونم که آینده ما چی می شده باشد. همه در تردد توی فردا نیکو. نیکاه؟ چی خیل؟ گوش کن. میدونی بیا میگریزیم. بعدها به خونه پدرم میرویم. دیگر علاج نداریم. با بیرون برآمده انتظار باش. حاضر من لباسم رو عوض کرده از پست میبرایم. ها مایلش. آخر تو در این احوالم نغز. مایلش. سلام امک. سلام. بهتر شد؟ ها خیلی بهتر. خدا خواهد نقد می شود. خدا خواهد. من اینجا آماده بود؟ ها امک آمده و رفت. آمد و رفت؟ ها امک. کی؟ خیلی شد امک. الو من اینجا آمد. میگم من اینجا آمد. نامد؟ محمود حاضر با آفیس می رویم. بعد از آن تو به کنسرواتوار رفته سراغای پرویز رو معین میکنی. خوب شد است. رفتیم. معلم ممکن؟ یک دم صبر کنید.
میگوید یک دقیقه صبر کنید. چی میگوید؟ در طرف است. نعمت هیچ کس نداره. ها من بدتر زنگ میزنم. خوب ما پرویز رو میکوبیم. کدام پرویز رو؟ پرویز سراینده. ها ما نیز پرویز رو میجوییم. برای چی؟ از رفیقانش فهمیدیم که یک هفته پیش گویا یک گروه جوانان ناشناس او را به ماشین بار کرده بردند. وای در کجا زندگی میکند؟ در خانه اجاره، لیکن او را از خانهش پیدا نکردند. اصلش از کجاست؟ میبخشید آیا شما همون جوانانی نیستید که او را از خانهش بار کرده بردید؟ در جایت شین. چین؟ سراغه پرویز با خوبی. دهه چارباغ، ناحیه باغستان. درست. دادا جون. حاضر. السلام اوه پرویز جون. دادا جون چیکار شما؟ نغز استی، سوز استی، درست استی. السلام علیکم. اوچش؟ لبای او پرویز جون اومد. یه نیه یه جونی اوچه پرویز جونه کی خودم و شیرینه کی اوچه ات یک بمرمی او ای قدر بیدرک شده رفتی بچه کی شیرینه می او کجا شدی؟ منیجه؟ بیا دخترکم خوش آمدی بچه کم کنی مرحمت مرحمت در قدمکاتان صدقه جوانی اوچه ای مرام در شماهان ای کنی در رویتان مردک جاگهتون رو در نزد پرویز جان انداختم در آمده خواب کنید من در نزد منیژه خواب میکنم زنک اینجا بیا گوش کن راستش رو گویم از این رفتار پسرمون سخت در تشویشم برای چی؟ برعکس شما باید خرسند شوید که پسرمان دختر یک آدمی ثروتمند گرفته آمده است
با دم شعر بازی نمی کنند. از دست آنها همه کار آمدنش ممکن. به فکر شما چی کار باید میکرد پسرمان؟ ماند که عشقش را پایمال کنند؟ دل دادهش را به همان جوانی نشأمند دهند؟ در دو عالم پدر منیژه با ما بر این کم بغل خدا نمی شود. برای چی خدا نمی شده است؟ دخترش پسری ما را انتخاب کرد کو. مردک جسارت بیننده. دختر از بحر جا و جلال پدر گذشته همراهی پرویز به قشلاق. انا به همین خانه عادی حکیما آمد. معلوم می شود که آنها همدیگر را دوست می دارند. شاید تو حق باشی، ولی نمیدانم که تقدیری آینده آنها چی می شده باشد. دلم گواهی می دهد که آنها به جستجوی پرویز و منیژه حتما به خانه ما می آیند. مردک، من فکر میکنم که پرویز منیژه را گرفته باید به خانه اپش رود. در آنجا آنها را هیچ کس نمیکوبد. چی گفتید؟ درست گفتی. در آنجا آنها را هیچ کس نمییابد. پگاهی بر وقت پرویز منیژه را گرفته به خانه اپش برد. فهمیدی؟ حالا باشد رفته خواب میکنیم، پگاهی بر وقت رسند در کار. ابله خواست است دخترش را از آغوش جوانی دیگر گرفته به پسری من چسباند. حالا ایست، من به وی نشان میدم. خوش آمدن. نوری دیده تاجی سر کنی؟ وی چای رو من کشم؟ خودم میکشیدم. مایلش بچه جان، فقط در راه احتیاط کن. مایلش. خیر. زیق نشو منیژه جان. آخر من گفتم که در خانه من یگان کس تو را نمییابد. دلم با پدر و مادرم میسوزد. میترسم که شرفگان اسرارویچ به سرشون یگان ناخوشی میآورد. آنها دوستان دیری نند، زبان یکدیگر رو مییابند. نوشین هم بیمار بود. وای در چه حال باشد؟
اینقدر فکر نکن منیژه. هر آنچه که می آید از تقدیر و نصیب دیدن لازم. بعداً تقدیر و نصیب ما همش در دست خدای تعالی است. از دست ما بندگان چی می آید؟ هیچ چیز. کنی مرحمت کن منیژه جان. پرویز جان چای ریز. خواندنهای خدا چخیل کی تمام میکنی؟ رحمت اپا خواندنها نقص خدا خواهد امسال تمام میکنم. روز شنبه بود. کنسرت سرایندگان جوان رو دیدم. در آنجا برآمدت رو تماشا کردم. پرویز جان اینقدر صمیمی بود، اینقدر سرودت زیبا. باور کن جیانهایت از نزد تلویزیون دور نمی شدند. من باشم در کرتم نمی گنجیدم. به فکرم به همه معقول شد. آهنگش از منیژه. پرویز از منیژه؟ منیژه از من دیده هنرمندتر است. هم می نوازد و هم می خواند. نخود هر جاتون هم پیشه بودید کو. باور کنید من خیلی خرسندم. پرویز جان منیژه جان. پرویز جان حتما منیژه رو گرفته به سیر و گشت دهه‌مان بر. منیژه جان دهه ما بسیار دهه زیباست. جایهای قدیمه زیبا دارد، منظره های عجیب دارد. منیژه جان زیق نشو، آخرین به سلامتی خودت ضرر دارد. تو حالا جوانی. حتما پرویز جان منیژه رو گرفته به سیر و گشت دهه‌مان میبروری. خوب شده صفا جان. کنی مرحمت گیرتون. در منزل لیلی نبود لاله دمیده، خونی دل مجنون بود از دیده چکیده. در منزل لیلی نبود لاله دمیده، خونی دل مجنون بود از دیده چکیده. ای نوری دلو دیده بیا تا کی راحت را جارو با میجگان زنمو آب دیدم. ای نوری دلو دیده بیا تا کی راحت را جارو با میجگان زنمو آب دیدم. در منزل لیلی خونه دل مجنون، خونه دل مجنون چکیده چکیده. در منزل لیلی خونه دل مجنون، خونه دل مجنون چکیده چکیده. منزل لیلی خونه دل مجنون، خونه دل مجنون چکیده چکیده. در منزل لیلی خونه دل مجنون، خونه دل مجنون چکیده چکیده.
ای جان زی دلی من خبری کم مکن از لو ای جان زی دلی من خبری کم مکن از لو کاز بحری تو در دو غم بسیار چشیدم از بحری تو در دو غم بسیار چشیدم در منزل لیلی خون دل مجنون خون دل مجنون چکیده چکیده در منزل لیلی خون دل مجنون خون دل مجنون چکیده چکیده کی؟ مردک تق دروازه یک برآمده دیگه شنیدم چی؟ تق حاضر من یک رفته بینم چی مایلش مردک آماده فکرم السلام علیکم سلام پرویز کجاست؟ مرحمت گبزن در شهر ببخشید شما کی؟ با شما کی در کار؟ خودتانو به نادانی نظر میگویم پسرت رو در کجا پنهان کردی؟ راستش را گوی پیرکی پرویز کنی؟ آخر من به شما گفتم که نمیدونم حالا وای از شهر بر نگشته از این میبینم اش داره از زیر زمین باشد هم پرویز را یافته میدی فهمیدی؟ آخر پرویز نابوده رو من از کجا به شما یافته دیم؟ حالا میبینم به من فهمد چی واقع رو داده پرویز دختری شف مرا دزدیده است یا توبه نه از دست پسری من خیلی کار نمیاد اینجا یگان اشتباه شده نه ماس پرویز دختر را دزدیده است تو آنها را به من یافته میدی فهمیدی؟ آخر نبودگی آدم رو من از کجا با شما یافته دیم آخر نیست آخر نمیدونم آخر شما چی کار میکنید آخر با شما گفتم که نیست در اینجا نیست آخر موسفه دروغ نگوی وای در همینجا نیست آخر نیست نخواد که من با امیر سفیدم دروغ بیم آنجا رو خب موسفه دوست مرا گران کردی حاضر تو رو میکشم تو مرا نترسون من الان کیوم برم را دیدم نترسون وای بیا ایسا بیا ایمان بابا بیا خفر الو شف پرویزی را در خانهش نیافتیم شاید در شهر باشد خوب شده است رفته موی سفید خانه خیش بارت را میکابه امایتان خدا نترسا ظالمان بی انصاف
بهشتر را عبدالله کنی زود خونه را کاب. حاضر. مسافد اینجا است. اگر یافتیم راست به پیشانی یک تیر میزنم. فهمیدی؟ حلیمکا تینجیمی؟ هی در خونه من چی میکوبی ها؟ آنها در خونه من چی میکوبند؟ نپرسیده چیکار کرده؟ آنها پرویز را میکوبند. پرویز؟ ها؟ او پرویز در شهر کو؟ من هم به آنها گفتم که در شهر، لیکن باور نمیکنند. شما پرویز کجاست؟ پرویز در خونه من نیست. به خدا باور کنید در خونه من پرویز نیست. اگر دروغ گویی تمام اولادات تو رو نیست میکنم. خیلی پرویز. حلیمکا من گفتم که نیست. اوی مسلمان پرویز در خانه نیست. سر مسافر نکنو که گفتم که شما چکل انسان، شما مسلمان دیگه خدا را به نادانی نزن. چای گیرید. مردک چی شده باشد؟ آخر همشون راضی بودن، حتی روزی توی رو هم تعیین کرده بودن. چی شده باشد؟ نفهمیدید؟ جوانی دیگری را دوست می داشته است. انا با همان گریختر رفته است. چی؟ شرمندگی. دادا من به شما گفته بودم که همان دختر رو نمیگیرم. چه؟ آخر در نزد جرایم شرمنده شدم. من به آنها چی میگویم؟ به همش خودتان گناهکار. از خیش تبار کلین کنم گفته بودم، نگفتید. قهار بر این خدایی به دولت رو از کجا میابید؟ نگفتید. در نزد دوست و دشمن شرمنده شده مردک. شرمندگی شرمندگی شرمندگی. اکنون مردم چی میگویند؟ میبینیم. اکای محمود جان السلام علیکم. علیکم السلام کینجا جان. شامدم بیاید من گیرم. تشکر. شما نقص هستید؟ شکر میشود. از خدا چی؟ رحمت. از شما پرسیم. میشود. یک جوره هایم رو خبر گیرم گفتم. نقص کردید. شیف چول دارم. چون همیشه اون کس از پسی کارن. میفهمم. کار تجارت همین ده. مرحمت. شیف تشویششان بسیار. یک کارخانه زر بنا کرده ایستادن. حاضر خودتان میبینید. مرحمت. آن کس شما را انتظار. تشکر.
شد من همش رو فهمیدم. روی دست پای کارتون شوید. اوهو سلطان محمود سلام. سلام علیکم حیدرویچ. خوبیدی؟ کم نشویدی؟ سلامتیت خوب است؟ وای جوره ما قهارجان چی خیل؟ بچه و کچه کارخوش خوب است؟ بد نیکه با شما سلام بسیار فرستادن. سلامت باشم. کارهای خودتان چطور؟ خیر من گشتم ده. تو خودت حرکت نکنی یگان کس ما اینا گیر گفته آورده نمیدید. شما یگان اید. به خیالم در سرتان نقشه نو پیدا شده است. ای محمود جان زیر انا همین ریگ این قدر پول زیاد بوده است و ما این طرف و اون طرف سرسان شده گشتیم. اون نفت و گازی که در زیر این ریگ هست اگر یافته برارم من البته یافته ببرارم. تمام خیش و تبار اولاد در زیر تنگه و تلا می شود. گپ نیست. آفرین. ها گوش کنید. همان چیز فرمودتان را گرفته آوردم. آوردی؟ در ماشین. آفرین. انا بعد رئیس گفتن که در خصوص همکاری کردن یک چند پیشنهاد داشتن. پیشنهاد؟ ها پیشنهاد. گوش میکنم. السلام علیکم. این من حیدرویچ. حیدرویچ سلام. چه حال داری مردک؟ میشود بد نیست. خودتون چه حال دارید؟ ینگه فرزندان؟ شکر شکایت نداریم. تینجی؟ شرفکان اسرورویچ یک مصلحت پرسیدنی بودم. چه مصلحت؟ دیروز به نزدم آدمی قهار جبار آمد. قهار جبار؟ ها در خصوصی همکاری پیشنهاد کرد. میخواهد یک جای کار کنیم. فهما گوش کن درباره من چیزی نگفت. نه به فکرم در تنهایی عمل کردنی. آها با تو چی بار پیشنهاد کرد؟ 50 کیلو از همان سفیدش. خوش تو چی گفتی؟ فکر میکنم گفتم. گوش کن گویی که ارزان کنی زیادتر میخرم به شرطی که اگر باری تازه باشد. خلاص باور کنون که تو در حقیقت خریدار هستی. فهمو؟ بعد کاری کن که داد و گریف در طرف خانه خودش برپا شود. در طرف خانه خودش. چخل می شود؟ تو همین سپارش را اجرا کن مکافات خوب میگیری. فهمو؟ مایلش لیکن گوش کن لیکنت رمانو از پی سپارش شو. از نتیجهش به من خبر میدی. فهمو؟ عمل کن.
4 8 حاضر شدم. اجازه دید عمل کنم. اطاعت. من حاضر. دارا محمود کنی حاضر می آید. نشان ده. مرحمت بینید همان بار پول را ده. محمود را جیغدن. مایلش. نجوبه عمل کن. بره. نجوم یارو قدر با من ده. بیشتر رو تو که را احمق کردنی بودی. انا اکنون در محبس میپوسی. تو را هم با محبس میکشم. دلیل نداری. بره دورا. منیجه، منیجه اینجا بیا. مادرت زنگ بزنند.
گیر منیژه جان. الله اوچه جان صحت سلامت هستید؟ منیژه جان تینجی دختر جانم. سلامتی خودت چخیل؟ زیخ نشده گشتی آخر؟ اوچه جان راستش رو گویم زیخ شدم. شمایان رو خیلی بازمان شدم. گریه نکن دختر جانم. آروم شو. مرا زیخ نکن. خدا خواهد روزهای نیک در پیش است. کشکی اوچه جان. احوالی پدرم چی خیلی؟ پدرت هم نغز. منیژه جان دخترم، من بسیار میخواهم شمایان رو ببینم. وای تو نترس. وضعیت تماما دیگر شدگی. هیچ کس با شما کردار نمی شود. و پرویز جان هم فهمون. اکنون برگردید دخترم. ما انتظار می شویم تا بازدید. خیر اوچه جان. زنک اینجا بیا. گوش کن. من گناه عظیمی کردم. گناه تو بسیار است. کدامش رو در نظر داری؟ من با محمود فرموده بودم که با خون پرویز ویروس گذراند. چی؟ با پرویز؟ ابله! وای دخترکم، وای جانکی اوچه برگشتی. خدا رو شکر که باز بدی داری یک دیگر رسیدیم. وای خوش آمدیتون. سلام علیکم. سلام علیکم پسرم. خوش آمدید. تشکر. نوری دیده، تاج سر. مرحمت به خانه درایید، بیایید من یاردم میکنم. مرحمت درایتان. کنی دامه جان از بالا گذشته شنید. شب ندارید، بالا برایید. دخترم بیا. انا این بالیشت رو گرفته تکیه کرده شنید. شین دختر جانم شین. الها آمین. تنی صحت، خاطری جمع، دلی بیغم، خدای خداوند در قطار همه ما رو هم در پناهش نگاه دارد. آمین. الله اکبر. خوش آمدید پرویز جان. تشکر. خوش آمدید دختر جانم. رنگ رویکت نغز.
فربیحک شدی. تشکر پرویز جان. دخترم رو احتیاط کردی. پرویز جان، پدر و مادر خوبند؟ همه سلامت هستند؟ نقص تشکر، به شما سلام رسوندند. تشکر، الهی سلامت باشند. تشویش کشیده این دسترخوان رو گرفته آوردید. لازم نبود. اینطور نباید مادر جان. اوچه جان، پدرم چی حال دارند؟ پدرت رو نپرس دختر جانم. پدرت در حبس خونه تفتیشات رفته ایستاده است. ها، برادرت ایرج از راهی بعد برگشت. از محله نو خانه گرفت. به زود به کار برآمد. به کار پیشترش با زن و فرزندش شکر خدا تنج زندگی کرده گشته است. نوشین چی؟ سلامتیش چی خیلی؟ دخترکم شکر خدا نوشین شفا یافت. الهی عمرکش دراز شود. وی رو به قصر فرهنگ شهر به محفل رقص سپردند. چنان می رقصد که مفتون می شوی. حالا می بینی. شرفقه نصرورویچ چی؟ به کسافت رو نپرس. چاه کنزیری چاه گفتند. بای هم به دست افتید. حالا در حبس خانه است. از استعمال نشه زیاد پسرش رحمتی شد. دادا جان، مرا ببخشید. تو مرا ببخش دخترم. سلام علیکم. من گناهکارم. حیات شمایان را هم سوزاندم. زیخ نشوید دادا جان. چیزی که بود گذشت. تیزتر به آزادی برایت کفایه. پرویز جان پسرم، تو خودت را چخیل حس میکنی؟ من خودم رو نقض حس میکنم. سرم کمی درد میکند. هیچ غم نه این میگذرد. التماس همان مفتشی مرا 1 دقیقه جیغ زنید. حاضر.
каримов муфаттиш холовро мепурсанд. салом алейкум. ба ман ягон гап доштед? илтимос иҷоза диҳед дар ҳузури шумо аз маҳмуд як чизро пурсам. ин ба тақдири ҳаёти фарзандонам вобаста аст. мефаҳмам. аз 218 юсуповро биёр. росташро гӯй маҳмуд, то ҳамон вақт ба хуни парвиз вирус гузаронда будӣ? чӣ? шумо гумон мекунед ки мо ҳамаи фармоишҳоятонро бечуну чаро иҷро менамудем? не, мо ҳам дар болои гарданамон сар дорем, андеша мекардем. ташаккур маҳмудҷон, ба шумо ҳам ташаккур. ман гапи дигар надорам. пеш даром. шукр, сад шукр. منیجا، پرویز جان، فرزندانم خدا یارتون. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. یک، دو،